السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا انشاءالله که ما سوره ناس سوره مکی هست، دارای 6 آیت هست. انشاءالله اینا ترجمه میکنیم. ترجمه تحت لفظی فقط میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره ناس این بگیم خیلی فایده های زیادی دارد و خاصتا ما ترجمه های تحت لفظیش میگوییم که قل به معنای که بگو می شود، یعنی که بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم. و این وقتی که خطاب که به پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آمد، همه ما برای ما و شما چی است؟ تعلیم هست. قل صیغه امر هست، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم. اعوذ پناه میبرم و پناه میجویم به رب الناس. به میشه واقعی بسم الله به نام پروردگار میشید، بیاتون باشد. اگر به رب الناس به پروردگاری مردم، ناس مردم میشید، اینا گفته گذاشته بودیم. ملک الناس، ملک الناس یکی ملک الناس چی هست؟ بگیم که ملک الناس گفته مالک و حاکم، نه که مالک و حاکمی مردم. ملک الناس میشه که به معنی صاحب مردم، حاکمی مردم، مالک مردم، به این معنا میشود. اله الناس، اله به معنی معبود، اله الناس به معنی که معبود، معبودی مردم. یعنی که بگو پناه میبرم ای محمد صلی الله علیه و به پروردگاری مردم و به صاحب و مثلا که حاکمی مردم پناه میبرم و معبودی مردم پناه میبرم. یعنی که الله پاک هم بگیم پروردگاری مردم هست، هم بگیم که صاحب و مالک مردم هست و هم چی هست؟ معبودی مردم است که الله اون چی مردم الله را عبادت میکنن. به همین مثلا که الله صاحب همین صفات ها هست، بگو پناه میبرم به همون. از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر. شر به معنای بدی می شود. وسواس گفته وسوسه کننده، خناس واپس رونده. یعنی که شیطان یکی از همه بگیم که صفتهاش همین است که وسوسه میکند، خناس با واپس بر میگردد. فهمو؟ که اون وسوسه کرد، کارش کرد، با برای چی پس میگشت است، واپس میرفت است، تا اینکه عذاب الله بالای اون با زیادتر نیاد، چیزی که لعنت شدگی است، رجیم شدگی است، سنگسار شدگی است و مرد رونده شدگی از رحمتی الله و از جنت، با از این کرده با سختتر خارزلیتر نشد. گفته الذی، همون شیطانی که یوسوس وسوسه میکند، فی صدور در دلهای مردم. یعنی که صدر گفته کنده سینه را میگن، یعنی که همون شیطانی که وسوسه میگه فی صدور ناس در دلهای مردم. من الجنت و الناس. و بگو که پناه میبرم، در اول گفته بود که بگو که پناه میبرم من الجنت. جنت گفته جن رو میگن، جنت اینجا جن در نظر دارد و از جنها و ناس و مردم. یعنی که پناه میبرم از شر جنها باشه و مردم باشد، فرق نداره، از هر دوش پناه میبرم. یعنی که جن برای چی میگن؟ که چون گز در چشم مردم نمیتواد و ناس و مردم میشود. اگه اینجا را اگر نظر کرده باشیم، الله 5 بار ناس ذکر کرد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اینجا چه ناس؟ من الجنة و الناس. ناس چهارم که هست مردم های با تقوا در نظر دارد، یعنی که شیطان دائم با تقوا را وسوسه میکند. من الجنة و الناس، ناسی که پنجم اومدگی هست، اینها خودشون مانند شیطان هستند که پناه میبرم از شر جنها و مردم، که آنها بگیم که یاردمچی شیطان هستند و دستگیری شیطان هستند و کار شیطان پیش میبرند. یعنی که این ترجمه تحت لفظی بود تنها. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.